در پی اعتراضهای ماه گذشته در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 10 نفر بازداشت شدند و حالا کمبودی شدیدی وکیل دفاع به نظر می رسد. جستجوی رادیو آزادی نشون داد در بدخشان که قریب 250,000 اهالی دارد همگی 4 وکیل دفاع کار میکند. به گفته منابع رادیو آزادی کمبودی وکیل دفاع باعث شد که اکثر مرافعه ها بعد از ماه نوامبر بدون طرفی حمایت برگزار گردد. مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند ولی حامیان حقوق میگویند تامین وکیل دفاع حق کانستیتوسیونی هر شهروند است. جزئیات این موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاد میداند که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود بر شما. میتونید بگویید که تحقیق رادیو آزادی چی را نشان داد؟ ببینید، به دنبال اعتراض یک گروه از ساکنان شهر خاروق و ناحیه روشان در روزهای 16-17 می امسال، مقامات از برگزاری عملیات ضد تروریستی خبر داده 10 نفر را بازداشت کردند. برخی از این افراد در شرایط مرموز به گناهشون اقرار شدند، اما حامیان حقوق از دسترسی نداشتن این بازداشت شده ها به وکیل مدافع بانک اضطراب زدند. بنیاد هلسینکی برای دفاع از حقوق انسان در لهستان، همکاری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 24 می در یک اظهارات از آن نگرانی کردند که بازداشت شده ها در بدخشان به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و هم موردی لطوکوب شدید قرار گرفتند. گفتگو به خبرنگاران رادیو آزادی هم نشان داد که تعداد وکیلان دفاع در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خیلی کم است. طبق روی خط اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 7 وکیل دفاع اجازه‌نامه کار دارند. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از اینها تنها 4 نفرشون عملاً در ولایت کار میکنند. وکیلان دفاعی که فعلا در بدخشان کار میکنند نمیخواهند نامشون ذکر شود. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت شرایط کار در این ولایت خیلی سنگین است. و آیا آنهایی که به دوشنبه از خاروق انتقال یافتند اخیراً با وکیلان دفاع تامین شدند؟ طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی از بازداشت شده های اخیر تا انتقال یافتن به دوشنبه تنها منوچهر خالق نظرов رئیس انجمن حقوق شناسان پامیر با وکیل دفاع تامین بود. گفتگو به رادیو آزادی نشان داد که از شهر و ناحیه‌های بدخشان 1 وکیل دفاع در ونج، 1 نفر در مرغاب و 2 نفر در شهر خاروق کار میکند و تمام. قانون اساسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که هر شخص از لحظه دستگیر شدن میتواند از یاری ادوکات استفاده کند و بر اساس مقررات کودکس مرافعه جنایی تاجیکستان اگر شخصی بازداشت شده برای ادوکات درخواست پیشنهاد کند حتما باید با وکیل دفاع تامین کرده شود. و همصحبتان ما که با ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند بسیار از مرافع شخصانی که بعد ماه نوامبر یعنی بعد ناآرامی‌های سال 2021 دستگیر شدن بدون حضور وکیل دفاع گذشته است. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقامات در بدخشان بی‌نتیجه بود چون که آنها به سوال‌های ما پاسخ ندادند. سپاس برای صحبت. ضمناً رسیدن وکیل دفاع در تاجیکستان بعد سال 2015 و پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتور به میان آمد. طبق آن وکیلان دفاع موظف شدند که در نزد وزارت عدلیه امتحان سپاریده مقام ادوکاتی بگیرند. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان میگوید فعلا در کشور حدود 800 ادوکات کار میکنند.